درود بر شما جناب یاری. نمایشگاه امسال رو چطور ارزیابی میکنید؟ درود بر شما، روز شما هم به شادی. خدمت شما عرض بکنم که نمایشگاه امسال که در 6 و 7 اکتبر در شهر زیبایی ابوظبی برگزار شد، امروز که روز دوم هستش، بسیار عالی بود. دو مسئله‌ای که تفاوت داشت با سالهای قبل این بودش که امسال در قسمت سیتیزنشیپ کشورهای اصلی ارائه دهنده این سیتیزنشیپ ها مستقیما کمتر شرکت داشتن. قسمت دیگه که یه مقدار کوچیکتر نسبت به سالهای دیگه میتونم بگم این بودش که خود شرکت‌های محلی اماراتی که در پروژه‌های مسکن و ساز بودن امسال شرکت نکردن و این چیزی جالبیه، چون قبلا کسانی که می اومدن در واقع یه جورایی مایل بودن که پروژه ها و ساختمون ها و املاکی رو در خود امارات بخرن که زیاد راستش مرتبط به چیز نبود. ما همیشه دوست داریم همانند شانگانی رو که دقیقا ما هم سیتیزنشیپ و رزیدنسی رو کار میکنیم، این چیزی باشه تخصصی باشه. در حوزه سیتیزنشیپ تغییرات یا چیزهای جدیدی یا آپدیت برنامه‌ای رو ما نداشتیم و خب حتی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی رو در چندین کشور مخصوصا برای ایرانیان لحاظ کردن، اون هم بی تاثیر نبوده. ولی در حوزه رزیدنسی و یا اقامت‌های دائم در اتحادیه اروپا، کشورهای پرتغال که یونان مخصوصا حضور گسترده‌ای داشتن و کماکان به علت ارزون بودن در واقع برنامه گلدن ویزاشون بسیار مورد توجه قرار گرفته. کشورهای دیگه‌ای مخصوصا از کانادا هم برای اولین سال شرکت کردن و این نشون میده که این عرصه چقدر رقابتی هست. ما حتما در فرصت‌های دیگه‌ای اطلاعات بیشتری رو در زمینه برنامه‌ها هرچند در وبسایت ما همیشه موجود هست حتما خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنیم. ولی خب امروز روز دوم و پایانی هست، ممکن هست اطلاعیه‌ها یا فعالیت‌های دیگه‌ای رو اگر باشه ما حتما شما رو آپدیت می‌کنیم.